در قیامت اولین کسایی که به جهنم می رود تاجر ریاکار، مجاهد ریاکار، عالم ریاکار، قاری ریاکار. باری تعالی میگه که تو به خاطر چی کمک کردی؟ ریاکار را میگه یا الله من به خاطر رضای تو کمک کردم. باری تعالی میگه دروغ میگی. تو به خاطر اینکه کمک کردی مردم بگه فلانی چه رقم تاجر کلانی است، فلانی مؤسسه‌ای دارد، فلانی فلان دارد، بعد به ملائکه اعلام میکنه اینا بکشه به جهنم. من نیاز به این ریاکاری از این نداشت. باز قاری را میخواه. قاری صاحب تو به خاطر چی قرآن را خواندی؟ هیچ. یا الله ما به خاطر رضای تو. میگه دروغ میگی. تو به خاطر مردم بگه فلانی قاری خوبی است، بکشید قاری را به جهنم ببرید. عالم به خاطر چی کردی با علمی که به تو دادم؟ یا الله علم تو را تعلیم دادم به خاطر رضای تو. باری تعالی میگه دروغ میگی. تو به خاطر این کار انجام دادی که مردم بگن فلانی عالم خوبی است، فلانی سخنور خوبی است، تعریف تو را بکنن. باز دستور میده اینا هم بکشید به جهنم. مجاهد را میگه تو چی کردی؟ یا الله من خود در راه تو جهاد کردم، شهید شدم، قربانی دادم. باری تعالی میگه دروغ میگی. تو بی خاطر مردم بگه قومندان صاحب مجاهد کلان، دروغ بود است، بکشانید را به جهنم. این 4 گروه را به جهنم میکشاند. ابو هریره میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من در آخر حدیث گفت که ابو هریره اینا اولین گروهی که جهنم با اینا روشن میشه. با همین ریاکارا جهنم با اینا روشن میشه. ابو هریره